این چهار تمام از این نایسیمانی ها گذاشتیم که برای شولات واریزی دیگه بعضی مشکلات هایی که بچه ها مثلا وارد میشه اینا باعث میشه که دیگه این مشکلات ها پیش نیاد. این از جدار هم کرده اینا بهتره چون اینا دیگه نمیپوسن نه رسوب میگیره. تمام این 185 متر همش نای داره، هیچ جای باز نداره که باعث وارزی شود. از اینجا روی 120 متری شروع میکنه به آب دیگی. همینطور که رگای آب که مثلا هر 2 متر 3 متر به هر رگ آبی که میخوره کم کم تا روی 185 متری دیگه روزانه آب دیگی داره. تا روی 180 متریش یه رگاب خیلی قوی خوبی داره که دیگه لوله‌شان دیگه پر شده الان. خب بیا خب ما اینجا یه سو زدیم که یعنی بیا پایین بیا. خب الان ما اینجا یه سو زدیم